امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 71 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم دیبلال رو با هم دیگه کار کنیم و نوازندگیش رو یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انرژی و انگیزه بدید که من بتونم این راه رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیوی خوب داشته باشید. خب این قطعه شماره 71 6 8 قطعه کوتاهی هم هست، تکرار هم توش خیلی زیاده، یعنی شما دو خط اول رو که بزنید بقیه قطعه رو بلدید. چیزی که توش مهمه اینه که شمارش‌ها رو خیلی با دقت انجام بدید. یه سری الگوهای جدیدی رو توی 6 8 اینجا داره معرفی میکنه. ما قاعده کلیشو بلدیم، میدونیم 6 8 رو به صورت 1 2 3 4 5 6 میشماریم. هر جا نوت دو لاچنگ میاد او اضافه میکنیم که بتونیم توی یک ضرب دو تا نوت رو اجرا بکنیم. ولی اینکه تو عمل الگوهای مختلفی که داریم و اون چیدمان‌های مختلفی که نوت‌های چنگ و چنگ نقطه رو دو لاچنگ کنار هم دیگه قرار میگیرن، چی در میاد و چه صدایی ازش در میاد رو حالا تو قطعه‌های مختلف یکی معرفی میکنه تو این کتاب که یادش بگیریم و اینو توی حافظه شنیداریمون بسپاریم که بعد اگر توی قطعه دیگه این حالت رو میبینیم راحت‌تر باش برخورد بکنیم. بریم با هم دیگه شروع بکنیم. اگر نکته‌ای باشه در طول قطعه با هم دیگه کار میکنیم. خب از اول قطعه یه سول رو سیمای زرد داریم و بعد رو سیمای سفید، سی دو ره دو سی دو ره سی و یه جفت فا و لا رو سیمای فا و سی رو سیمای زرد داریم که دقت کنید توی حالت کلی گفتیم همیشه دست راست بعد پایین باشه، پس دست راست رو فا باید باشه توی این جفته و دست چپ روی سی باشه. دو میزان اول رو اجرا میکنیم. سول سی دو ره دو سی دو ره سی. آخر این جفت سی و فا خیلی هارمونی قشنگی میده به قطعه. یه بار دیگه بشنویمش. اگه بخوایم بشماریمش میشه 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6. بله. دو میزان بعد ره دو سی دو ره ره دو سی دو ره سی. میزان سوم و چهارم ره دو سی دو ره دو سی دو ره سی. این 4 تا جمله یکم عبارت رو کاملتر میکنه ولی خودش یه نیم جمله است. گوشش بدید. میشماریم میشه 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6. حالا 4 میزان بعدی یه جورایی تکرار همین جمله است ولی آخرش عوض میشه. ببینید از میزان آخر خط اول سول سی دو ره ره دو سی دو ره سی. اینجا فقط اون دوبل آخر فا و سی رو نمیزنیم، میشه هم زدش و ادامهش ره دو سی دو ره دو سی. میزان آخر عوض میشه دو سی لا سول لا سی سول. پس بشنویمش. 4 میزان دوم یعنی از میزان آخر خط اول تا میزان سوم خط دوم. سول سی دو ره ره دو سی دو ره سی ره دو سی دو ره دو سی دو سی لا سول لا سی سول. اگه بشماریمش میشه 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6 1 2 3 4 و 5 6. حالا این جمله کامل شد. یه دور از اول تا اینجا رو بشنوید. یه دو خط تکرار داره که کلش از اینجا باید تکرار بشه. یه اشتباه چاپی ما اینجا داریم و اینکه اینجایی که دو خط تکرار بسته شده تو خط دوم دوباره باید اون طرف باز بشه، چون به آخر قطعه که میرسیم دوباره یه دو خط تکرار داریم که باید از دو میزان آخر خط دوم دوباره تکرار بشه. پس جای دو خط تکرار لطفاً باز بکنید. خب ادامه رو میریم جلو. خط دوم میزان چهارم سی سی فا سی دو ره ره دو سی دو ره سی و همون جفت فا و سی تکرار میشه. این قسمت رو سی سی فا سی دو ره
دوباره به صورت دو تا راست یه چپ میزنیم. دو تا راست چپ، دوباره دو تا راست یه چپ. پس میشه سی سی فا سی دو ره دو سی دو ره سی. با شمارش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. بله میریم خط بعد. همون ملودیه، تفاوتش فقط اینه که به جای یه دونه فا دو تا فای دولاچنگ نوشته. سی سی فا فا سی دو ره ره دو سی دو ره سی و اون جفت آخر رو دیگه نداره. شمارشش میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و ادامهش که تکرار دو میزان دوم و سوم خط دومه. ره دو سی دو ره دو سی دو سی لا سول لا سی سول. ره دو سی دو ره دو سی دو سی لا سول لا سی سول. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و بعد دوباره برمیگردیم از دو میزان آخر خط دوم تکرار میکنیم. خیلی قطعه روون و جمع جوریه. فقط باید مواظب این شمارش ها و الگوهای جدیدی که توی 6 8 معرفی شده باشید. یه دور کلش رو بشنویم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. تکرار. خیلی خوب. حالا این قطعه رو با مترونوم هم اجرا میکنیم که یاد بگیرید چجوری باید این قطعه رو با مترونوم بزنیم. مترونوم رو میذاریم روی 2 ضربی و سرعت 60. با هر ضرب مترونوم 3 تا شماره باید بشماریم. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. امیدوارم که این قطعه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید.